این زن زرنگ یواشکی یه تگ قیمت 200,000 تومانی و با تگ قیمت 2 میلیونی یک کیف عوض میکنه و بعد 200 تومن به صندوقدار میده تا کیفو بخره. سارا به یعقوب گلی میگه قیمت کیف 2 میلیونه، اما یعقوب گلی با عصبانیت میگه روش زده 200 تومن و باید همینقدر بهش بده. وقتی مدیر فروشگاه صحنه رو میبینه، کیفو به یعقوب گلی میده و به سارا میگه چون تگ قیمت رو اشتباه زده بقیه پول کیفو از حقوقش کم میکنه. امیر همکار سارا این صحنه رو میبینه و فرداش با یک کیف پر از پول مخ یعقوب گلی رو میزنه، اما یهو بهش میگه قفل کیفش خرابه و از یعقوب گلی میخواد بهش 3 میلیون پول قرض بده تا به گدای بیچاره کنار خیابون بده. یعقوب گلی برای خودشیرینی تمام 5 میلیون پول توی کیفشو به گدا میده. بعد امیر به یعقوب گلی میگه مواظب کیفش باشه تا بره دستشویی و برگرده. یعقوب گلی هم از خدا خواسته قبول میکنه، اما وقتی میخواد پولای توی کیفو برداره میفهمه همه پولا فیکن و امیر و سارا سرش کلاه گذاشتن. چون